فرهنگی برای ادبیات دور هم دیگه جمع شدیم. بهانه این جمع شدن رونمایی از مجموعه داستان کوتاه مارابیان هستش. این کتاب دوستان گرامی حاصل کار 20 نویسنده هست. الان خصوصی به دوستان گفتم از این جمع 13 تا خانم نویسنده و 7 آقای نویسنده هستند. خانم ها پیشتازن، همچنان که در همه جا در ادبیات هم ها کذا. ما به اتفاق این دوستان در ادوار گذشته و تاکنون از اعضای کارگاه داستان نویسی شهریار مندنیپور بودیم و هستیم. ایشون متاسفانه در چند ماه اخیر کسالت داشتند، چون ازشون خواهش کرده بودیم که لااقل یادداشتی برای این جلسه بفرستن که از طرف ایشون خونده بشه. متاسفانه کسالت اجازه نداد. ایشون سالهاست که مقیم امریکا هستن. منتها در طی این سالها با داشتن چند کارگاه فعال داستان، همینطور نشریه الکترونیکی بانگ که به اتفاق آقای نوشازر اداره می کنند، تلاش کردند که در تمام این سالها ارتباطشون رو با ادبیات داخل کشور حفظ کنند و همچنان اثرگذار باشند. من به سهم خودم از طرف خودم به دوستان از زحمات و تلاش‌های آقای مندنیپور بسیار سپاسگزاریم. سپاس دوم من تقدیم استادان عزیزم است که اینجا حضور دارن. جناب آقای شمس، جناب آقای موسوی، جناب آقای اکرمی. من ابتدا به نظر میرسه که یک شرح کوتاهی از شکل‌گیری این مجموعه بدم و بعد برنامه‌مون رو دنبال بکنیم. من حدود 4 سالی هست که به اتفاق دوستان در کارگاه آقای مندنیپور حضور دارم. خب دوستان دیگه در ادوار مختلف دیدم ممکن الان حضور نداشته باشن. من بعد از 2 سال متوجه شدم که چه استعدادهای شگفت‌انگیزی در این کارگاه هست. حقیقتا وقتی بچه‌ها داستان می‌خوندن به شدت منقلب می‌شدن و دلم می‌خواست که در واقع این کارها بیشتر دیده بشه، بیشتر خوانده بشه. البته حتما لازم می‌دونم این توضیح رو بدم که در بین دوستانی که در این مجموعه اثر دارن، بسیارشون خودشون کتاب قبلا مجموعه داستان چاپ کردن، پژوهشگر هستن، مترجم هستن، مدرس ادبیات هستن. یعنی در واقع به میزان زیادی خاک ادبیات رو خوردن. من وقتی با این پدیده مواجه شدم در کارگاه این پیشنهاد کردم به آقای مندنیپور و البته متوجه شدم که خود ایشان هم مترصد هستن که یک مجموعی از کارهای بچه‌ها رو در واقع منتشر کنن. من استرباطم این بوده و متوجه شدم که ایشون وقت کافی و انرژی کافی رو شاید نداشته باشن. پیش خودم اینطور فکر کردم که من میتونم کار بچه‌ها رو جمع بکنم، بعد در اختیار ایشون قرار بدم، ایشون دنباله کار رو بگیره. همین کار هم کردیم. البته از خود ایشون هم خواهش کردم. بسیاری آدرس‌ها، ایمیل‌ها، چون بچه‌هایی بودن که در ادوار اخیر حضور نداشتن، ایشون لطف کردن چه شماره تلفن چه عرض کنم که ایمیل دادن. ما تونستیم با بچه‌ها تماس بگیریم. بعضی از دوستان رو خود دوستان کارگاه معرفی کردن. مجموعاً شدیم 20 نفر که کار رو شروع کردیم. وقتی داستان‌ها جمع شد، من به آقای مندنیپور عرض کردم که با اینا آماده هسته، شما میتونید دنباله کار رو بگیرید. ایشون ترجیح دادن که همچنان من دنباله کار رو بگیرم. البته در تمام مراحل من گزارش کار رو حضوری بهشون میدادم یا به شکل ایمیل. باز همین رو لازم میدونم که این 20 اثر بسیاری از داستان‌های دوستان چه در کارگاه نقد شده، تایید شده، در نشریه بانک چاپ شده، یا اگر در نشریه بانک چاپ نشده عرض کنم که داستان‌های دیگرشون در نشریه بانک چاپ شده. بنابراین در تمام مراحل در واقع لطف کردن و این کار تایید آقای مندنیپور رو داشت و داره. سپاس آخر من تقدیم هست به مدیر محترم نشر اخبار آقای ساسانی
و همکارانشون، سرمیراثداران، مسئول فنی، عرض کنم که طراح روی جلد و دوستان دیگه، من اسامی رو دقیق نمیتونم ولی واقعا سپاسگزارم به خاطر اینکه وقتی ایده رو با آقای ساسانی، ایشون هم از دوستان قدیمی من هستن، مطرح کردن، استقبال کردن و از من خواستن که کار رو دنبال بکنم، کارها رو جمع بکنم. ایشون هم در تمام این مدت بچه ها من گواهی میدم که برخلاف روال نشر بارها در واقع این امکان رو برای من فراهم کردن که من در دفتر نشر حضور پیدا کنم، بارها و بارها داستان رو در واقع داستانها رو بازبینی کنیم، ویراستاری کنیم. البته به دوستان عرض کردم که ممکنه که این کار به هر حال بی عیب و ایراد نباشه، امیدوارم که در چاق‌های بعدی برطرف باشه. خواهش میکنم تشویق بفرمایید آقای ساسانی، مدیر محترم نشر افکار و همکارانشون. خب اگر بخوایم به طور رسمی در واقع کار رو شروع بکنیم، من باید از دوستان خواهش بکنم که چون می‌خوایم در واقع یه عکس یادگاری با دوستان نویسنده بگیریم در کنار استادان و دوستان عزیزم، یه نکته جالبم به شما بگم دوستان گرامی. ما این دوستان نویسنده رو اولین بار در فضای حقیقی می‌بینیم. ما 4 سال بود همدیگر رو در فضای مجازی در گوگل میت می‌دیدیم. اینجا برای اولین باره که همدیگر رو می‌بینیم. بهشون گفتم که به فال نیک میگیرم، امیدوارم که این همکاری‌ها و این دیدارها ادامه داشته باشه. خوشحال دوستان عزیز دوستان خواهش می‌کنم سکوت رعایت. سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوستان انجمن و جناب آقای کاربر ممنون که فرصت رو پیش آوردن ما دور هم باشه. خدمت شما عرض کنم چند سال پیش که باب دیلن برنده، یعنی هم خواننده آمریکایی، برنده جایزه نوبل ادبی شده بود، آقای یوسا یه مقاله شده قولی رو بهش. خدمت شما عرض می‌کردم که چند سال پیش که آقای باب دیلن خواننده آمریکایی برنده نوبل ادبی شده بود، آقای یوسا یه مقاله خیلی خوبی نوشت به اسم حالا تحت عنوانش تعبیر کردم، اسم موضوعش عوامگرایی جهانی و حالا من میگم ادبیات، گرایی جهانی در ادبیات. حقشون این بوده که همه چیز عدمانو شده از جمله ادبیات. البته سیاستمداران دلایلی خب اومدن به دید دامن زدن، میبونم خستن یا کمونیست خوبی هم خستن یا اینکه ببرو در کشور دیگر خاطر مشکل‌های دیگر نداشتن چشم‌اندازی و حبس هستیم. آقای باب دیلن هم برنده ادبیات نوبل ادبی می، در حالی که همون موقع پوینتیس هم برنده نشد، بعدا نشد. یا خیلی کسان دیگر برنده نشد. آقای ریکسوس برنده نشد. آقای بورفس برنده نشد. باب دیلن برنده شد. خب این مشکلش چه؟ مشکلش اینه که قبلا ها در یه روزگارانی در سالهای 20 میدونیم که مرجع فرهیدی، مرجع ادبی ما جنبالسار بود و نقدا بود و این آدم فرانسی جمع می شدن و آقای همیبوی که حال جشن بیکران نمیروشت و کلی هم مربوط دنبالش بودن، مرجع بودن. نگاهی بعد اینا چی میگن؟ در واقع یه جوری سرخش شد. الان کیا هستن امروز سران؟ به هر حال یه دامن زده شد. نتیجه این چیه؟ نتیجه این از بین رفتن آرام و خلاقیت. پس اون ادبیات برای چی؟ خلاقیت برای چی؟ برای جبران نقص زندگی. اگه زندگی حالی که خوب بود که ادبیات ها نمیتونه نوشت. بیاید چه فکری میگه؟ چون نقص وجود داره قرار ادبیات ها خلا رو پر کنن. اما وقتی مراده اینها میشن ادبیات ها یادرام آرام
سمتش پایین‌تر میان، موضع پیدا میکنن. نتیجه اینه که کسانی که کار خلاقی میکنن واقعا مثل همین کتاب ایرادتر میکنیم با مشکلات زیادی روبرو میشن. یعنی صدا وقتی شنیده نشه اصلا برای چی ما کاری سرمایه‌داری برای که سودش برگرده، سرکارش برگرده، سودی داشته باشه. همه چیز اینجوریه. ما که تو بیابان که نمیتونیم شعر رو بگیم، برای کی؟ برای سمیریز شعر بگیم. ما برای مردم شعر بگیم، برای مردم می‌نویسیم، بازتاب می‌خوایم. اما چنان هیاهوی عوام‌گرایی پیدا شده، عوام‌گرایی پیدا شده که صداهای جدی که خلاقانه هست که نمیرسه پشت کسی یا به سختی میرسه. نه تو همین ایران به تیراژ کتابای جدی و خلاقانه چقدر، از این کتابای عبدالخیاری چقدر خلاقانه معروف دیگه. یعنی برای اولین بار یکی نکته‌ای رو رسیده باشه خود ایران میامیتی. این کتاب رو که آقای کابه مقدم لورتی عزیز ما به من دادن کنه واقعیت اینه که خودشون میتونن اصحاب بارو فرستن. حقیقتشون من حیرت کردم. داستان‌های خیلی خوب، داستان‌های اولا که داستان دبت که اول باید نسکش خوب باشه، یعنی ادبیاتش درست باشه، چون خیلی میخوای بعضی ها غلطه. ادبیاتی کار درست خلاقانه باشه، یعنی به نکته خاص کرده باشه پیش از اون، یا خلق نکرده باشه یا از روی جایی گشت بربری نکرده باشه. فضاسازی که مثلا جیرانم یادم میاد در داستان دوم آخرین پناهگاه من وقتی ریش رو کردم، همون جمله اول منو بیاده که این سرپای آقای بهرام صادقی میگفت داستان باید ضرب زننده شروع بشه غیر منتظر تموم بشه. ضرب زننده شروع بشه به نظرم همه اون نتایجیه غیر منتظر تموم بشه. این داستان رو وقتی میخوندم، مثلا این داستان رو میام همش دیدم، اما اول دیدم که میده این هل یزن ناخون یا بالا، من حیرت کردم موضوع چیه، چرا ناخون باید بیاره بالا؟ این ناخون ها ترانجیگی میبینم میری جلو میرم آدمیزاد کجا میر بکنه مجبور میشه هم دیگر بخوره و آخر وقتی تموم میشه ببینم فرق هنر با گزارش اینه که گزارش فقط مفهوم میپردازه، هنر برای مسائل ساختاری مسئله رو به ما بده. خودش که زمان مستقیما شاید لازم نباشه مفهوم رو بگه، حتی یایستی در این آثار از دلیل ساختار کاری جانی درونی اثره که باید یک مفهوم رو دماری کنه. ولی آخر همیشه ببینید که ناخونها رو کنار هم بده. من نمیشه نه که آقای مهدی احمدی هستن. نه حضور ندارم دست. ایران زدگی میکنن؟ نه ایران هم نیستن. نه خیلی با اقرار من نمیدونم. حالا داستان دیگه یه داستان مثلا الان نیمید کتاب داری داستان خیلی خلاقیت ساختار یعنی چه از کجا شروع بشه، چطور پیش بره و چطور تموم بشه داستان، چطور قصه بشه بدون هیچ شعاری میگیری که ناخونه ها رو دوباره میزد میگه یعنی نوبت خودشون هم خواهد رسید. شعار نمیده برای آدم خاری، شعار نمیده چطور داره تحمینای نران میگه دست به کارهای دیزنه که تصور نمیده یه روز همچی کاری کرده باشه. یا داستان های دیگه که بچه همون داستان اول الان نگاه میکنم انگوشتاش خورده میشه که البته به نظر که توضیحات داستان لازم بود که بعضی اصطلاحات هست که محاکم نمیداره. یک جوری نگرستانی باید بگه منظور از این کلمه چیه. اگه ما نمیفهمیم داستان متوجه نمیشن. اما خود داستان قشنگ شکل میگیره خوب اعلام میشه. داستان دیگر هم همین جوریه که من شما کنم که فراب مریم بجان هم جنون میبام کنن یادم میاد. ببینید تأسف اینه که حالا من دیگه بیر 400 نسخه‌اش خب یه هنرمند چقدر مگه میتونه مقاومت کنه؟ چرا که مقاومت کنه اصطلاح شنیده نشه، کار به صداش نشه و خسته و نابید نشه.
بکنده آقای وودی آلن میگه کار کردن در این روزگار بدون نشون دادن، میگه بدون تبلیغ کردن مثل چشمک زدن به یک کسی در تاریکی. روزگار گذشته ما مثل دراویش، مثلا دراویش منظورم نیست ولی بوشه میگم آثار و خوب خودشون نشون بده، از این پرره نیست. چون طوفانی هست از این پرره نیست. کار باید گداره در بکشتایی چشمان زده بشه، باید معرفی بشه. و وقتی کتاب مثلا 300-400 نسخه در میاد که کتاب به اینجا رسونده خیلی مقاومت میخواد و به گمان من این مقاومت یکی از راه‌های مقاومت چاپ کردن کتاب ها به همین شکل است. یه روزگاری بود یا همین الان هم تو آمریکا مجلات این کار میکنن. مجلات میان داستان های خیلی خوب رو انتخاب میکنن و اینا رو جمع میکنن، گاهنامه در میارن، بعد داخل اونها بعضی چهره میشن. اما اینجا که مجله و نشریه چیپیلیست، من جنان با این محمد علی تصور بکنم همین به گمان من همین ادامه پیدا کنیم. ما را بیان یک، ما را بیان دو، ما را این فعلا نظرات جد میکنن ولی کتاب گم میشه در حقوق. این مرابیان دو در بیاد، سه در بیاد، تسلسل داشته باشه، از داخل ها چرفا یواش باش خودشون نشون میدن. و شاید این یکی از راه‌های باشه که این اهل قلم که اون فرصت داره ندارن مثل آمریکا اینجا یا بعضی کشور دیگه بتونم کسانی که علاقه‌مندن با پیگیری این نشریات، این مجلاتی کتاب‌ها که بشه کتابه نظرشون جمع میشه. البته این نکته رو بگم در کشورهایی که دچار بحران میشن خب تیراژها کم میشه. مثلا در جنگ اسپانیا آقای نرودان به دواشن 400-500 جا میگن. ما چون مرجع روزگار بعد از مدت کوتاهی یه جای دیگه چاپی شد جایگاه زیاد، اما اینجا خود اینجوری نیست. من فکر کنم یکی از راه‌هایی که نمیمه همینه که اینا تداوم پیدا کنه و اینجا واقعا باید از آقای شهریار مندری کو تشکر کنید. زحمت میکشن، زحمت میکشن که بچه ها و حالا بچه ها میامین استاد نزده که میتونن در واقع تکنیک کاری یاد بگیرن، چون خیلی هم نمیدونن. واقعیت اینه که در شعر، در داستان نمیمونه که داستان نیست که وقت به تکنیکایی از کنه داستان تبدیل کنه. شعر رو فکر کنن درد دله، اگر ناراحتی خانوادگی داشته باشن زیدارم بکشن شعر میشو، در حالی اصلا هیچ ربطی نداره ناراحتی خانوادگی، اصلا هیچ ربطی به احساسات نداره. شعر حساسیت ربطی به احساسات نداره. و بعد تکنیک فن، همین که نجاری فن میخواد وقتانی هم باز فن بقاله، یعنی اول استعداد و بعد فن یادگیری فن داستان یوسف که پشتوقتامین آقای شهریار مندلی استادن باعث و خوشحالی که باید شدن من این پارا رو به دقت خوندم. واقعا به گمان من یک معنا البته میشه از این چیزا پیدا کرد، یعنی نگم بی نفس کم نفسم واقعا کم نفسم و باید از مریضات بکنید مهم با آقای فندنی‌پور و هم به دوستان که حوصله کردن داستان‌های خودشون رو در باب سخن قشنگی دادن. من که اینا رو خوندن یادش تکنیک‌های گوشی می‌افتاد. یکی از این بچه‌ها اینجا داستانش خیلی شایع تکنیک‌های گوشی و لوشی هم استاد کنیم و سوکوه مندنی‌پور ها همین یک جوری به هریستایی همین موقع شابه پولی تا بودی داستان دیمسی همین بگو من دست میزاد میان و همین شما و نخشپون شما هستم ها رو دوستانی صحبت کنه که از لازم بود دوره برس کن. خیلی ممنون. دست جناب آقای شمس قندوقلی در نکنه سپاس گذارم. دنباله فرمایش شما من خودم با توجه به استقبالی که شد، با توجه که روند کار خیلی خوب پیش رفت، تصمیمم این هست که دم از این که آقای مندنی‌پور سلامتی کاملشون رو پیدا بکنن
به ایشون پیشنهاد کنم که این بار از ابتدا خود ایشون در واقع داستانها رو مشخص بکنن. آقای ساسانی هم اعلام آمادگی کردن از قبل و ایشون هم استعمال میکنن، یعنی به فرمان شما فضا کاملا آماده است که اگر ایشون در واقع آمادگی داشته باشن برای راویان 2 اقدام بشه. بسیار ممنون. آقای موسوی عزیز بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. صدا درست دیگه؟ خدمت شما از شما که خیلی خوشحالم که در این جمع دوستانه در حضور نویسندگانی هستم و همه حضار هستم. من اول بگم که به آقای محمد علی کامران عزیز رفیق قدیمی تبریک میگم و تحسین میکنم، رود نفرستم به همتش که یه همچه کاری میکنه با شرافت که در 40 سال چند ساله که از آقای مقدم داره میبیرد که برد همچه کارهایی هست و پیشنهاد آقای شمس رحمت به خوبی دوبار خواهد کرد و در کارهای دیگه هم اینجوری بودی. کاری که محمد علی دست گرفته معمولا تمام نمیگذاره، مرد کارهای به سرانجام رسانده شده است. برای خسته نباشید برای مقدم عزیز، من از ناشرم تشکر کنم. بعد برسیم به شهریار مندریپور. شهریار مندریپور حقیقتا که بهترین مدرسای داستان نویسی حال حاضر کشور ما و به داریم مدرسای دیگه داریم. شهریار مندریپور تا اونجایی که خود من در جریان کارش هستم، در دوره‌ای که ما مجله کارنامه رو در می‌بردیم، شهریار اونجا کارگاه داستان نویسی داشت، یک کارگاه پروپیمان و همواره استقبال می‌شد. خروجی بسیار کارگاهش خیلی خوب بود. حالا جالب تو میگم که در واقع 2 هفته یه بار این جلسه برگزار شد در شهریار مندریپور. با ماشین خودش از شیراز می‌کوبید می‌آمد تهران، کارگاهشو برگزار می‌کرد و برگشت در نوشیرات. این عشقش در واقع به کارش بود و به کارش هم مسلطه. در زمین در تئوری داستان ایشو گفت دنباله راهی رو که اوشک گلشیری باز کرده بود ادامه داد. از این نظر و خوشحالم که آقای مقدم این سالهای شهریار مندریپور ایران نبوده، حاصل کارش رو بید ترتیب علاوه بر اینکه کار داستان نویسای اینجا رو معرفی کرده، حاصل کار شهریار مندریپور هم به عبارتی اینجا بازساخت میده بکن. اما در جو خود کتاب اگر چون جلسه رونمایی است ما نمیتونیم داستان ها رو افشا بکنیم. یعنی مثلا در مورد داستانی که های شرط شرکت میشه که خودش هم رو کردن مثلا داستان رو نو ندادن. ما چون برای شما کتاب رو بخونید و بخونید، اونایی که البته نخوندن داستان رو نمیگه. من فکر کردم که به جایی چیکار میشه کرد اومدن میبینم چه موضوعاتی چه طیفی از مسائلی در این مجموعه 20 داستان مشترک است و میشون در عنوان اشتراکات کلی یا حالا ممکنه همه در همه اون زمینه‌ها مشترک نباشن مطرح کرد. نخستین در لابه مسئله همونجور که آیشان شریک دادن نسل داستان. نسل به واقع به نظر من در مجموعه در 20 داستان، حالا نمیخوام بگم ممکنه یکی رو با دید منی خودی برفوه بشه، ولی نسل ها همه نسل خوب و پاکیزه است. یعنی در پیش یک از داستان یا در کمتر داستانی میشه شما با احساس بیرایش نسل رو خیده بگید این نسلی داستان نباید بود باشینا و این یه مقدارش خب علاوه بر که به استعداد داستان نویسا مربوط میشه، به حساسیت شخص شهریار مندریپور برمیگرده. من یادم است که مثلا دیدارها با چیزی با خودش کنیم من مقصر نبودم. آره دیدارهایی که مثلا با شهریار مندریپور داشتید نبودی شعر مثلا که من باری این اساسه بیو اون وقت مثلا این شعر خونده بشه بیافتا اساسیت زبانیش براش اهمیت داشت. برای اتفاق من پیش بکنم تو با اون رومانویس نباید درگیری اینقدر برد بشوشید کار شاعر است و گذار کرد به شاعرها، ولی به بابه حالا بعد به رمان کار دادن در داستان نویسی داستان همسایه شعره و همین در این نسل داستان کوتاه بسیار مهمه. از این مثلا برای کارت گفتم چپ رندومی رو باز کنن
و شعر رو بخونم و ببینید که نصر شاید خوبه. ببین یکی از نکات مهم در نصر داستان کوتاه که گفته باشه همسایگی داره ریتمه. یعنی شما در واقع این ضرب آهنگی از داستان که در کنید باید احساس کنید. فکر کنم مارگریت اتوود نویسنده داستان‌نویسی که نوبل رو چند سال پیش برد یه جایی متن مصاحبه اون در میگه من وقتی داستان دارم می‌نویسم یه پاراگراف می‌نویسم شروع میکنم به قدم زدن و یه برای خودم میخونم بگم آیا ضرب آهنگی داستان من رو راضی میکنه یا نه. به هر حال مسئله مهمی داستان خانم به داستان کوتاه شهرت داره. از این نظر به نظر من کتاب همونجوری که شامفروش اثر رو میدونم که میگی بی‌نقصه ولی که اگر نقص بشه بسیار اندر که خیلی به ندرت. بعد گفتم حالا ببینید چه موضوعاتی رو تو این داستان ها میشه اشتراکاتش پیدا کرد. یکیش حول و بلاست، یعنی یکی خاصیت های داستان معمولا اینی که خواننده دچار اینجور اضطراب درونی میشه. من سه جهات در داستان ها رو از این نظر شاخص میکنم. یکیش یک روزه آرام که شانت اشاره کرد، یعنی شما هم سبا دعوت میکنید کنوردی داستان رو نمیدم یک کنوردی در اناگاه گیر افتاده بعد یه غذایی رو داره هم میزنه گوشش ناخونای مصنوعی زنانه میاد بالا و تو دچار اضطراب چی شدی چه اتفاقی ناخون اینجا چیکار و بعد میرسی به داستان که چه اتفاقاتی بود. حالا میگه که این داستان به لحاظ روایت اولیه در سطح بسیار روایی داستان کاملا قابل قبول، داستان مهیه، داستانی که شما دنبال میکنی که چه باید شد. در این حال یک بسیار خانش استعاری هم ازش میشه کرد. حالا بعد با توجه به مکالمه‌ای که بین بیسینچی هست و چیز داستان مشابه توی یک بسیار برداشته بعدش استعاری داشته باشی. این که من گفتم باید بود پیش که رشید ماهگاه. داستان دیگه که باز همین حول و بلا رو در اول خوندن رو من داد داستانی که یک روز آرامه، یعنی همون سطح اول دیگه زنهای روستایی با انگشتای باقی مانده شد شروع کرده به مرغا دان دادن تو گیاهان. چی شده؟ انگشتای باقی مانده. من رفتم تو ذهن که احتمالاً جزامیه ولی خود لطفت نه، حالا خودتون باید بخونید تو ماجره ها از چه قراره. و داستان صورت سنگیه. حالا بعد داستان دیگه من اینا مثلا از این حیث شاخص داره. در صورت سنگی در واقع راوی داستان باید یه جعبه بشه، جعبه باید تونل بشه یه جوری مثل آخر زمانی بنا و این کلش بارو بکشه که با چه چیزی مواجه خواهیم شد. این داستان هم اون داستان در واقع یک روز آرام به حالی که میشه در واقع چیز اجتماعی ازش استخراج و استنتاج کرد. در این داستان اتفاقا این هم یک فضای از شبت استعاری بشه ازش، اگه تمثیلی بشه ازش در بود که آدم شما میتونید ازش برداشته هستی شناسی بکنید حقیقت کجا هست، ناحقیقت کجا هست الافه. این یکی دیگه از اشتراکات در واقع داستان ها مسئله استفاده از گویش های آمیانه است. یعنی تقریبا من الان حساب کردم در حداقل 5 تا داستان ما به شدت با این مواجهیم. یکی عراق هست، اون داستان معجزه است در امریکا، یکی آب تشنه است، یکی پری دختر گلس هست، یکی سرسه کجا؟ سرسویم بباشه. اینو که من دارم میگم یک رجی مشترک شد و باورهای آمیانه است. اشتباه گفتم. اینا همشون در این داستان باورهای آمیانه است که وجود داره. ببینید در داستان فراق یه آموی ماست فرزند مولهی داره، حافظ رو خواب ببینه و هم یه جور بسیم یه جور باور به این که الفاده داستان میکرد و فدخوری در فال حافظ یه رازی برایشون گشوده میشه. یا در اون داستان معجزه یه رودخانه، این یک داستان در امریکا ظاهرا میذاره، رودخانه ای هست که معجزه میکنه و رودخانه دست سرخپوستا و کسانی که بفهم برده هاشون ببینن این داستان میتونه این رودخانه میتونه معجزه بکنه برگرد.
یکی آب تشنه است که برمیگره به زاینده‌رود که میگه آقا کشکی زاینده‌رود ناشی از اینه که زمین تشنه است و قربانی میخواد، باید برای قربانی کرد. یه داستان دیگه از پری درخت گز، اونجا هم یک مادری در اون موقعیتی که پری‌ها چیده هم کدوم در دوی یه کار کردی در بعد به زندگی انسان در را آخرشون دیده مجبوری که یه فول فانتزی در اون میزنه و عبارت از اینی که درختی هست که کسانی که میخواد عشقشون جاودانه بشه میرن این درخت معجزه میکنه و اینا عشقشون جاودانه خواهد شد. برای کل من بسیاری جالب بود که به هر حال از این 20 داستان 5 داشت این تم توش هست. چرا این تم همین در داستان ها هست؟ به خودش جالبه به نظر من. جمعی که اجرای داستان ها به نظر من اجرای خیلی خوبیه. من فقط توصیفی دارم میگم. باید کل داستان رو بکنید ببینیم حتما داستان ها به چه سمت سوی میرن. یکی استفاده از زبانهای محلیه. حداقل مثلا چندین داستان مثلا زرداری که بسیار زرداری شکرپاره است و اون ترکتابه خب طبیعتاً که نویسندش افغان هست بریم در داستانه دیگه هم بریم. اینجا من یه خودتون مشکل بده کرد چون بعضا من نتونستم حتی در داستان نویسنده افغان یک دو تا واژه رو آنویس داده ولی در جای دیگه خود برای من دشوار بود. اینو باید بهش فکر کرد. ببینید از یک سوی مسئله احترام گذاشتن به اهل گذاشتن ولی زبان‌های به اصطلاح محلی هست، بعد زبان‌های مادری هست، به نظرت بسیار قابل تحسینه. آیا این رویکرد باعثی در واقع به آمدنی زبان‌ها شده؟ بعد نمی‌کنم که باید باز یه تعدیل مفصل‌تری کرد که چه اتفاق افتاده، ولی در این حال باید این فکر کرد که خب برای فارسی زبانی که داستان داره میخونه شاید نمی‌داریم فضل و فبیکی بعضی لغات و اینا رو میشد. باز اینم یکی از نکاتی بود که در واقع ذهن‌ها گرفت. و نکته بعدی باز یکی از اشتراکات زندگی شهری و تنهایی انسانه که در چندین داستان نبود داره که از جمله در داستان چند پله پایین‌تر که درد مهاجرت رو گران‌افزا میکنه یا دریاچه که نمیشه خود آقای مقدم تنهایی یک انسان شهری بازنشسته و فضاسازی که انجام میشه و اون داستان یکی بونم چند داستان دیگه هم هست که این فضا رو منتقل میکنه. بنابراین به لحاظ تم چیزی که اهمیت داره یکی از مشکلات معمولا این هست میگن ما کارگاه داستان نویسی کارگاه شعر یه پادبایی دارن همه آدم ها شکل خودشو در بیارن. این تمهای متفاوت نشون میده که در واقع مدرس نیابده لزوما تمهای برده علاقه خودش رو به هنرجویانش در رو دیکته بکنه یا القا بکنه و این به نظر من که نکات مثبتیه که در این مجبور شه با تمهای بکنه به شاهدش بود و این خواندنی خواهد کرد. یعنی اگر تمها یکسان بود شاید خوندن 20 تا داستان در یک مجموعه آدم رو خسته میکرد. خب اما من گفتم برای یکی از داستان‌ها رو که میشه بیان که در داستان رو بوداد میشیدن و میشترد شد یک داستانی که سرپست جداوانه اصلا میشه گنده داستان قاب هاست. این داستان قاب ها در لحظه امکلون میزنه، یعنی وقتی پلیس سر در رو میگه یعنی ما در همین سالهای اخیر در جمهوری اسلامی هست. اما ماجرا بعد میگرده این زمان هست به اضافه زمان مشروطه، یعنی در واقع راهبی و نکته مهم از اهمیت داستان از این روری پفل که در دوره ما در زندگی میکنه دم یک ساختمانی وایساده بخواد از یک ساختمان خودشو پرت بکنه. مسئله از این قراره که این خانه در واقع خانه هویت و میراث در واقع یک جامعه است و داستان‌نویس به درستی و فاضلکی اسم خانم گوشه خانم وطنی، یعنی وطنی که در واقع ویرانی عمدی داره تقلیدش میکنه. بولدزن انداختن میخوان خراب بکنن و این زن که مادر وطن خانم وطنی میخواد جلوی ویرانی شدن وطن رو میگه همه چیز ما رو بردن، همه چیزایی که تو وجود داشت همه رو بردن، دیگه چی میخوان؟
و یک دست بولپیکر که دست در واقع جرسلید باشه به این دختر آزادیس خانه کارد بکنه و خانه همراه خود این دختر ویرانه میشه. اما نکته جالب داستان اینه که راوی داستان کیه؟ راوی داستان رکاب عکسه، یعنی یک رکاب عکسی که در خانه نصب است. یکی از چهره های داستان زنی هست که عاشق بدی بوده، عبدالله خان اسمش بود، یا علیگردنی بیا اعتماد الدوله من نه بیام چیز کاش که آقیزم بیاری میکرد اسم رو اعتماد الله اعتماد الله یعنی در واقع این زن در این خانواده‌ای که برای به گرایش به مشروطه داشتم، این قهرمان شخصیتی داره میگه یک مشروطه کاره و میاد این زن داره تعریف کنه و این یکی از نکاتی که به نظر من باز جالبه بلاز تکنیک داستان‌نویسی. خب یک قابی بعد دیواره، این آب چگونه بخواد این ماجراها رو روایت بکنه. این یکی از چیزایی که روشن گلشیدی به شکلت داره. من در پیلان که هم سنت داستان‌نویسی من یه روزی ما به کارنویسندگان من سنگوگار کاران کردم و روشن گلشیدی عضو ادبیران با حساب مشترک کشتیم و میرفتیم که بانکی کاری انجام میده، کار بانکی. دفتر مجله کارنامه کار میدان هفته تیر بود. بعد من با گلشیدی دیدم کاری داستان‌نویسی داره صحبت بکنید. من مثلا در بانک تحقیق میشه بریم جبو میام بیرون باید روشن کنم. داستان از این در بود داستان نویس. این داستان نوشته بود شخصیت در دم وارد میشه. بعد گلشیری اصلاح داشت میدی از اون روبرو اومده تو پشت سر و چی توصیح میدی یه دوایی هم ویسه دقیقت داشت نده که شخصیت و داستان تو رو کجا وایستاده و کجا رو میبینه دیدید به طوری حالا از جمله مثلا داستان حسین آبکلار نوشته دو که گلشیری هم داستان رو تحصیل میکرد. یک پسری که با واش دیگه جریان کشته شده آره چاوکشیت چی داره ریش خودشو میزنه. در تمام این لحظه داستان و بگونه روایت بشه که از چشمیم و آن چی از آینه میبینیم تجاوز نکنه. یعنی این ظرافت اینجا هم به نظر من دشمنی روایت داستان این هست راوی دانه کل نیست. تو چرا برمیگرده ذهنیت خودشی، اما آنچه که در ایران داره میبینیم میگه الان از گوشه چپ خواب دارم میبینم، حالا از گوشه راست خواب دارم میبینم. ببینید این تکنیکای ضربه به نظر من آرشد به مثلا 6 نداری آقای برنزست غرض این که اون زن در واقع خاطرات اون دوره رو و اینکه چگونه اون معشوقش کشته میشه و چگونه بعدن یک مولا جابرنامی میاد و حتی این زن رو در واقع بعدن دیگه که وقتی آمد این به اجبار در واقع به عقد اون مولا جابر در میاد، مولا جابر هم وقتی میاد این عکس رو میبینه و چیز بکنه میتراشید عکس رو، یعنی یک چشم زن در عکس تراشیده است و این میاره با این یکی چشم من رو برن برای شما این روایت انجام میدم. حالا جالبه که اون معشومی که در قربانی در اون گروه دمپنها و اشرار ضد مشروطه شدن و بلکه فجیت توصیف میکنه چگونه سرشو میبرن، چگونه اعضای بدنشو چیز میکنن، چگونه آخوندی میان در واقع که همین کسی حالا چی بین شیرازی مثلا چه اسمی داره ولی برای نشون میده در یک کسوت مثلا روحانیت احتمالا باید باشه که من درست بیادم باشه. این آن داره میگه که چه برمیگرده و یک صحنه رو بیاد بره که اون مرد که این زن عاشقش بوده میاد خونه و این عکس میبینه ناغافل زن هنوز نیست، اکثر زن نگاه میکنه مجذوب عکس میشه و بعد وقتی زن میاد از زیبایی عکس تعریف میکنه. تفاوت دو تا آدم، یعنی اون میاد صورت عکس رو میتراشه ضد مشروطه خواه و این یکی میاد و عکس رو تحصیل که عجب عکس زیبایی. برای با وجود فیلم داستان‌هایی که برام هم از دید شهریار بندلی‌پور گذشته و هم توصیفی که آقای شمس رو خود شد چندین رمان نوشتن در این حوزه کاملا تخصص هم برای من که در داستان‌نویسی تجربه ندارم
این مجموعه بشه گفتش که مجموعه موفقی است. من تبریک میگم به محمدعلی عزیز، تبریک میگم به شهریار بندری‌پور عزیز، امیدوارم سلامتش کامل به دست بیاره و تبریک میگم به 20 داستان نویسی که امیدوارم چراغ‌های داستان نویسی ما رو روشن و روشن‌تر نگه دارم. مرسی آقای موسوی عزیز، خیلی زحمت کشیدید، سپاسگزارم. من هم میکروفون رو بیارم جناب آقای اکرمی که ایشون برنامه‌ای بر یک عالی حافظ عالی برس. باش سزیر. خب درود میفرستم به دوستان یه و نادیده. خوشحالم که کنار شما هستم، به خصوص دوستان خوب شاعر و نویسنده‌مون که در کنار من هستن. خب من ترجیح میدم از دید یک خواننده به موضوع بپردازم، نه به عنوان یک منتقد، گرچه خب به هر حال خواننده هم یک جور منتقده. در جای خونده بودم که هیچ اثر هنری بدون حضور منتقد کامل نخواهد شد. اصرار من همیشه این بوده برای خودم و دوستانم توی کارگاه‌ها که بذارید دیگران بخونن و حرف بزنن، هر کدوم رو که پسند میدید توی داستانتون رعایت کنید، نذارید به طور نقد داستانی در واقع دست به دست چه در کتاب. در ما درباره لذت ادبیات صحبت کنیم، لذت خواندن، لذت نوشتن. با چه ذوقی از خواب بیدار بشیم که فصل از یک رمان رو بنویسیم، با چه ذوقی بیدار بشیم یا با چه ذوقی پشت چراغ قرمز ما بیستیم تا قطعی از شعر بخونیم یا بنویسیم. این همون چیزی که در واقع ما رو زنده نگه می‌داره در کنار هم دیگه. خب آقای موسوی نکته‌هایی رو گفتن و من میخوام که برم سراغ همون درون مایه‌ها از دید یک خواننده که یک مجموعه بیشتری چقدر میتونه شباهت‌ها رو حفظ کنه یا همانندی‌ها رو. ما در مورد تعریف شعر از چیپلوفسکی و دیگران داریم که میگه که شعر رستاخیز واژه هاست، یک رستاخیز واژه ها جوری که نرم پیشیم که شما به قول هاوسمن مهرهای تیر تو مهرهای پشت بدن تیر میکشه. تیر کشیدن مهره ها نشون دهنده که شما چیزی خوندید که نمیتونید ازش دست بکشید. سیبی که در نگاه تو میچرخد آدم را به وسوسه میاندازد. حیف است این سیب را نچیده ببینید یا نچیده ببینم. من نمیتونم این را از ذهنم دور کنم. یه معجزه است، معجزه واژگانی هست. حالا من سوال اینه که در داستان چه چیزی رستاخیز را ایجاد کنه؟ فاصله بین داستان و ناداستان کجاست؟ چطور داستان از خاطر فاصله میگیره؟ کجا فاصله میگیره؟ کجا هست که به خودمون جرأت میدیم واقعیت رو کنار بذاریم و با تخیل خودمون شکل دیگه بشیم؟ اتفاقی که در داستان تاج محل افتاده و من با خانم شبابت داشتن صحبت میکردم. کجاست که واقعیت جای خودش رو به تخیل ما میده، دستکاری میکنیم، چقدر حق داره و چقدر به داستان ما جان میده. خیلی از داستان‌ها رو وقتی میکنیم من میخونم میگه که فصل از رمانه، چقدر دلم میخواد قبلش رو بخونم، چقدر دلم میخواد بعدش رو بخونم، فصلهای بعدی و قبلی. خب بیا شروع کن، بیا اینو رمانش کن. این ظرفیت یک رمان داره. یا بعضی وقتا خودم سوال کنم داستان تموم شد؟ به عنوان یک خواننده واسق من کجاست؟ آیا میتونم با نویسندم حرف بزنم و بگم هنوز از تو انتظار دارم، دلم میخواد ببینم قهرمان کجا رفت، چی شد؟ تحلیلی که تو در داستان تو آوردی منو هنوز سرگردون نگه داشته. تکلیف من روشن کن. من کجای داستان تو قرار دارم؟ سهم من کجاست؟ این سوالهای ماست. یکی از سوالایی که همیشه من حداقل توی مجموعه خواندن این داستان رو به سراغ اومد اینه که ما به چی فکر میکنیم؟ ما در مورد چی مینویسیم؟ نوشته های و گفته های آقای بندری‌پور رو میخونم. یکی من برای نوشتن داستان سیاه ناگزیرم داستان سیاه بنویسم. من ناچارم سیاه بنویسم. خب چرا ناچاری؟ خب ما فرزند یک جامعه هستیم. یه آسمون بالا سر خاکستریه، شبه، سفیده،
ما ناگزیریم. یه آسمون رنگ میشه به داستان‌هامون میده، به شعرهامون میده. و بعد عشق، راجع به آقای موسوی خیلی خوب راجع به درون مایه‌ها تلوا صحبت کردن. سوال من اینه که چه تمی تکرار شده بیش از همه؟ مرگندیشی، من شرمی. چرا؟ خیلی خوب نمیتونم بگم نقص یک داستانه. نویسنده و هنرمند آینه یک جامعه است، نمیتونه خیلی بیاد از امید افزایی صحبت بکنه. من جز داستان سرسویه هیچ داستان دیگه ندیدم که شیرین باشه. داستان دختری که دلش میخواد پسر باشه، یه زاویه دید فوق‌العاده جذاب. خیلی خوب، این شور و حرارت یک دختر بچه است. حالا خیلی هم بچه ریش تازه داره مثلا به بلوغ میرسه، میخواد بپره تو آب بخوره، بره زیر رنگ کمان وایسته، همه کار بکنه که پسر بشه. شور زندگی تنهاش جایی که من در اون ماه شور زندگی رو تو داستان دیدم فقط تو یکی بود. از خودم سوال میکنم خیلی خوب، من میتونم از نویسنده ها انتقاد کنم به عنوان خواننده چرا اینقدر تلخ نویسید؟ 8 تا داستان عاشقانه بود، یه دونه شیرین نبود. یه جا عشق به نفرت میرسه در درخت مجنون و چیز شبیه این. یعنی اصلا بید مجنون. خیلی خوب واقعیتیه. اومده زیر درخت نیت کرده که با دوست دخترش مثلا زندگی ابدی داشته باشه و بعد از 5 سال پشیمونه اومده به درخت میگه آقا تو مثلا من چه غلطی کردم که دوستم آوردم اینجا و چون الان دیگه نمیتونم گریزی ندارم از. خیلی خوب، اینها ریشه یافته از جامعه است. اما اغلب راجع به داستان فکر میکنم یه داستان عجیب تو مخ من از بچگی ها دور میزنه. قلب فروزان دانکو، ماکسیم گورکی. چقدر جای زندگی وجود داره توی داستان ها. چقدر من میتونم برای جامعه خودم چراغ روشن کنم. آره واقعیته، تلخی ها وجود داره. من مینویسم، من برای نوجوانا مینویسم. ما به ما در کار و پرورش فکر کودکان و نوجوانان میگن تلخ ندویسید. ما هم نمیخوایم خیلی شیرین بنویسیم، اما یه جایی میخواد چراغ باشیم برای نوجوانا. از خودم میپرسم خب چقدر میتونم پنهانکاری کنم، چقدر میتونم شیرین بنویسم. من دارم به عنوان خواننده صحبت میکنم. چیزی که منو تکون میده و نمیتونم فراموشش کنم اسمشو میذارم ادبیات ماندگار. هیچ وقت از یادم نمیره لحظه‌ای که این تیکه رو خوندم. سیبی که در نگاه تو میچرخه آدم رو به وسوسه میاندازه. حیف است این سیب رو نچیده ببینی. یه آغازش آقای حافظ موسویه. چرا نباید سیبا رو بچینی؟ کجا؟ چند نفر از شما فقط توی زندگیتون آسمون خاکستری میبینید؟ ما لحظه‌های شیرین داریم. ما گاهی عاشق میشیم، آره گاهی هم خب نفرت یا نمیدونم خستگی، جدایی، همه اینا هست. اما لحظه‌هایی هست که فوق‌العاده نفس میکشیم. همین همین آسمونی که همیشه ما رو تهدید میکنه. ما زندگی میکنیم. من خواهیم عشقی که شما تو داستانتون آوردید چقدر با عشق من نزدیکه. عشق آدم‌های تنها، به خصوص مردهای تنها توی داستانتون هست. عشقی هست که ناپایداره. عشقی هست که عشق به فرزند هست. عشق به نمیدونم همه این شکل‌ها رو ببینید. اما دارم میخواد یه جا دستی تو دست، حتی آقا کاوه هم که نزدیک شده از یه خاطر عاشقانه داره دانشجویش و یه زنی هست که نشرت میشه. آخه میگم لامصب دست زن رو بگیرش. چرا اون باید رد میشه از کنارت؟ تو تنهایی، همسرت رهات کرده رفته، بچه‌ت خارج از کشور داره درس میخونه، تو داره عشق دانشجویی افتادی و ناچار بودی بنا به تقدیر اونو کنار بذاری. حالا خب اینا خودش یه بحثه. حالا تنهایی داره داره قدم میزنی، یه زنی از کنارت رد میشه و تو لبخند میزنه. من نشستم و داستان آقای کاوه رو خودم تمومش کردم به سلیقه یک خواننده، به سلیقه خودم. دلم گفت اینا دست هم دیگه رو بگیرن، از کنار هم رد نشی، یاد بگیریم اون سیبا بچینی. سیبا باید چی؟ حیف اون سیبا نچیده بمیری. باید لحظه‌های زندگی هست که لذت میبرم، دیگه در آغوش میکشی. جمله‌های قشنگ میگی. من میخوام تو رماناتون ببینم این. فقط هم میگم در داستان سرسوئد به می تکنیک سایجه خودشه. وقت آقای مدنی‌پور میگه که فرم همه چیز این داستان است. خب من از تکنیک برای من جذاب میشه دیگه. تکنیک میخونم، چه جمله‌های قشنگی، چه پرداخت خوبی. دوستان ما راست میگن، خیلی پرداخت‌های خوبی داره داستان‌ها. چه اون طوری که فضای سورئالیسم قدم برمی‌داره، مثلا داستان صورت سنگی
یا فضا اکسپرسیونیست پناهگاه آخر که تکونم میده، تلخ دیگه. آره همه اینها به هر حال من با داستان جفت نزدیک میکنه و اون چیزی که آقای مندلی‌پور دیگه در مورد فون، آره تو وجود من به هر حال 1 میلیارد میشه. یا اون جایی که ایشون میگن که سیاه‌نویسی برای گریزی ازش ندارم، ما قبول میکنیم. ما نمیتونیم خیلی رنگ دروغین بزنیم به قصه ها، به شعر ها، اما امید وجود داره، باش زندگی میکنیم. من فقط روی این تکیه میکنم. ببین تو این درون مایه ها 2 تاش خیلی تکرار شده بود. عشق، ولی عشق نبود که دستی رو بگیره و بوسه وجود داشته باشه و آغوشی وجود داشته باشه که دلم خواست ببینم. در ماه مرگ اندیشه، اون داستان اتونازی فوق‌العاده بود. اون داستانی که اسمش رو شد، زنی که دلش میخواد بمیره و یعنی تنها نگاهش به سقف چون حرکت نداره، عروسش هست، پسرش هست و فقط با حرکت پلکان میتونه حرف بزنه. خیلی از این تکنیک خوشم اومد، از این ضابطیت خوشم اومد، ولی بازم مرده. پناهگاه آخر خوشم بیاد ولی تنم میلرزه. شوخی، یه داستان داره چوخوف شوخی، نمیدونم چند نفر وای برای قشنگه. یه دختری با دوست پسرش میاد سرسره بازی از بالای کوه روی برفا سر میخورن. دختر اسم کنه جمله رو شنیده، دوست دارم. من شنیدم این جمله رو، خواب و خیال نیست. بارها و بارها از اون کوه با اون پسر میره بالا، از برف سر میخوره که دوباره این جمله رو بشنوه، اما دیگه نمیشنوه. این داستان چکونم میده اونجایی که مهرهای تنم تیر میکشه. خیلی خوب، اینم عشق دیگه. نه ناکامی، نه شکست. عشق شکست خورده تو داستانات زیاده. حداقل 7-8 باره 50 بتونم توی بگت یادداشتم آوردم و اونجا که واقعا داستان بازی ما حرکت میکنه. من دلم خواست از خانم شهرابی سوال کنم. هستی؟ آره اشکال نداره. آقای کار اشکال نداره. میشه بیسمت وایستی ما ببینی به سلام میکنی به و تبریک داستانی. من 2 تا داستان بود که در مایه تاریخی داشت. یکی داستان شما بود تاج‌ما و یکی هم داستان قاق‌ها. مال شما به دوران قاجار برمیگرده، مشروطه. درست میگم؟ اما مال شما 28 مرداد و قاق‌ها مال دوره مشروطیت. خیلی 2 تا در مایه تاریخی. شما تو یه جای تاریخ رو بیان کنی. تاج‌ما هست. من یه 12-13 سالم یه رمان خوندم تاج‌ما. که دارم فکر میکنم که مال کی بود، قطعی چیبی داشت، فکر کنم همین کرد چاپ کردیم. شما تا یه جایی با واقعیت اومدی و ظاهراً جز خانواده‌تون بوده تاج‌ما، خانواده رو بتون یه جایی یک شخص فرخ رو میاری وسط به عنوان شخصیتی که تاج‌ما رو دوست داره و قراره که دستیار شب و بی‌مخ باشه و میاد و فاطمی رو نجات میدن دستش که تو ببر به امنیت تحویل بده، می تو کوچه بس کوچه ها ولشید. خیلی خوب، شما یه واقعیت تاریخی داری، یه جو تخیل رو میاری توی کارتون جوری که خودت میخوام ببینم چقدر غیر لکت دادی بازی پول زدن از واقعیت به تخیل به فانتزیات. واقعیت نیست. اون بخشی که مربوط میشه به تاریخ حدود 28 مرداد، من همیشه میشه زحمت با جمع صحبت کنم. اون چیزی که داشت اون بخشی که من به جای سرش مرداد در زمانی که برای در گفت فاجعه اتفاق افتاد، همیشه برای من همچون که استاد فرمودن دارم میخواست خودم یه شکل دیگه بریزم قسمت. یعنی دوست نداشتم آقا بدولت به فاجعه داشت. هرچی دوست داشتم به تعریبی، چون خونده بودم که توی تاریخ خونده بودم که حتی همون روز اعلام کردن از رادیو که دکتر فاطمی رو تیکله کرد در صورت اینطوری نه و آقای دکتر چند ماهی رو در خفا زندگی کردن و من دوست داشتم این به شکلی تغییر پیدا کنه. نمیدونم قلقلک تغییر داشت و توی داستان از طریق فرخی کار انجام دادم و فرخ به جای اینکه دکتر فاطمی رو تیکه کنه، وقتی که خبرش قسمت شده بود اومد و نجات فاطمی رو
یعنی اون بخش تخیلیه داستان بود و در واقع اتفاق حدیث زد کن بحث های ادامه بدم توی این تقریبا میگن که داستان ها از دل واقعیت ها میان. همه ما از زندگی های خودمون، مثلا من یکی از رمان ها از زندگی بچگی خود. خیلی خوب، این واقعیت از درون ما زاده میشه، ما به شکل میدیم که رسید شکل مستند شه، میدونم داستان، رمان حتی. خیلی خوب، این سوال من، پس همه داستان ها در واقع از واقعیت ها ما زاده میشه که ما تجربهش کردیم. حالا چه مهاجرت، چه زندگی فردی، به خصوص کودکیان خب توی داستان ما رنگ میگیره. یه جایی میگیم که خیلی خوب، تو قرار نیست به واقعیت ها وفادار بمونی. اصل ادبیات همینه، قرار نیست ما به واقعیت ها وفادار بمونیم. در غیر این صورت ما مستند نویسیم، تاریخ نویسیم یا هر چیز و شما این قلقلکه رو میپذیرید. ولی اینم هست خیلی مرحله سختیه. یعنی به همین سادگی که ما داریم میگیم، در خیلی از یادداشت‌ها یا داستانا میخونم میگم خیلی خب چرا از این واقعیت عبور نکردی؟ حالا البته یه بحث هست چقدر مستند تاریخیه. مثلا من کارهای ضری‌الله منصوری میخوندم تو هم دوره نوجوانی، اگه میشه دوتا ملکه ماری آنتوانت داشته باشی در اون رمان‌های، بعد میفهمم نه این مترجمه که شکل داده، نمیدونم اتفاق حق مترجم دیگه اصلا خیلی متفاوته با حق نویسنده. این قلقلنگی که شما میگی خودت بهش رسیدی، با آسانی بهش رسیدی. من حالا از اصطلاح تاریخیش که آقای مصطفی سوال کردن میخواید این نکته رو اضافه کنم آقای مصطفی؟ در مالوین من خودم تو داستان خیلی داستان جذاب بود. تو این پرورش درست شد، این داستان نویس واقعیت رجومند و وفادار نیست، خواهد واقعیت دیگه رو بیافرین. تو چون به مرگ دکتر فاطمی برمیگشت، من یه گفتم که چه اتفاقی که به واقع نیفت. آیا این یه جور جعل تاریخ نمیشه وقتی ما با مسائل تاریخی به نظر یعنی سرزنش دکتر فاطمی رو با اون چیزی بود که رقم میدونی این مورد کیشی نظر شما بویا رئیس خب تقریبا متوجه سوال شدن. دوستای دیگه هم که نویسنده هستن و گفتگو شرکت کردن میتونن کمکتون کنن تو یک بحث. حالا که من روی پاسخ بدم نگر درست بشه، تا اونجا که امکانش بود من سعی کردم که وفاداری به تاریخ حفظ بشه و اون بخش تصنیفیش بخش داستان بود، یعنی فرقی وجود نداشت در واقع تو این بخش تاریخ که بخوادش کارا گفت فاطمی و حالا باز نمیدونم اگه جایی ما میتونین تخیل رو وارد تاریخ بکن، اگر قرار باشه صرف تاریخ نویسه باشه خب کتاب تاریخی و اینا هستن دیگه. یعنی داستان نویسی میکنم حالا با توجه به چیزایی که قبلش نویدم حکومتی اجازه رو داشته باشه باز اساتید راهنمایی کنه ممنون شم. ببین مثلا آقای عسقری آقای حسن عسقری که پروسیان را تمیشتسن یه داستانی داره و در اون داستان یکی وارد بوده بشوی داستان کرده من گردم داشتم که آقای حسن عسقری یک داستان تاریخی میشه میدم خودی کارشون یا نه در یکی از داستان ها حیدرخان انبوگلو رو در یک جایی و کاشف دختری شده کانگودی پلانا اینقدر داستانی توی نوشته بود. من زنگ دادم به حسن گفتم اصلا که واقعا همچه اتفاق گفت نه این چیزی گفتم با ما پار رسوله تاریخ داشتی ما نره فکر ما فکر این دورم تو زندگی حیدرخان اصلا وجود داشته. خب همون داستان شما اتفاقا من اینقدر کنجکاو شدم کرسات نکردم خواستم برم بسیار دوباره نگاه کنم یا آقای واقعا همچه دختنده اینجاست که به نظر من یه خود مخاطره آمیزه. اگرچه فرق بود و حس که چیز باشه داستان تو منظمی که داستان جذاب بود برای من خیلی اصلا خود شروع داستان دختر رابی داستان شخصیتش عالی در اومده، یعنی دختره به نظر من خیلی اصلا این جایی که تو اتاق درات پیش پاش بی دیوار بسیاره یعنی کارکتری کاملا دلتله ولی این تیکی من رو مردد کرد. یعنی چون یه همچی ما در تاریخ نداشت ما این ایران دا کاری میشه ولی ظاهرم دوستان میگن که نه شما نویسنده کجا از این کار کردی دست دارم. البته با تفاوت مثلا شما فیلم مقبرگاف رو میبینید مثلا دیشاکتور سینما که به پار با بریزوب شده نشسته پیاله میزنه میفهمی که رد پای هنرمند رو میبینی. ما باید رد پای شما رو ببینیم بدی که من در خیال کنم چه این تجسس کنم. مثال میزنم ولی ساده ترین راهش
فقط ممنون آقا کاویمسی، فرصت زیادی هم نداریم در بار دوستان از شاپس کنید. خدمت شما عرض کنم، البته من این نظر رو ندارم، این واقعیه زمان چیزی نیست که ما یاییم. این ما هستیم رو کار ببینیم. مثلا ساده ترین شکلش این که تو آینه داریم سر خودمون شونی میکنیم دست راست و اون واقع آینه کاملا طرف چپ نشون. واقعیت بستگی داره به قول آقای جانپرساد حق از طوری زمفتی میکنه که فکر کنیم. واقعیت از دیدگاه های مختلف کاملا متفاوته. ما بر اساس چشمان من ادعایی داشتم نقاش بود، هر چی می‌خواستی بچه روی آبی بود، آبی نیست، این سرسه نقاش هم بود. واقعیت الزامن اولا نکته نیست که ما ببینید. بعد اینکه هنر برای نیست که پاکت بگه، هنر یک کتابی بر من نوشته شده بود، بازآفرینی واقعیت. اصلا بازآفرینی واقع وجود خارجی نداره، اونش گزارش. تازه گزارش هم بستگی دارد به 3 نفر 3 جور گزارش بدن. یک گزارش فیلمی هم از این کارگردان ژاپنی بود که 3-4 نفر آدم یه واقعیت اصلا 3-4 جور مختلف گزارش دادن. حتی گزارش هنر در واقع اصلا خیال یعنی عکسی که تو آینه میفته. خیال یعنی عکسی که تو آینه، تخیل یعنی اون واقعیتی که در آینه ذهن هر هنرمندی میفته. فرق واقعیت با هنر در اینجا اینه که اون اتفاق تاریخیه، اما هنر اینه که اینجوری هم میتونست اتفاق بیفته. برای نیست که درس بده کسی، یعنی میتونه اینجوری هم میتونه اتفاق بیفته. بعد آدم میگه چقدر جالب اینجوری هزار اتفاق بیفته. یکیش هم همین بودی که چون منم خیلی خوش آمد هراتی که اونجا حاصل شد، به نظرم اساس داستان به بومانمان اونجا است، وگرنه اگه میگرفتم داستان گزارش. من اعتقادم هنرمند واقعیت خودش خلق میکنه. این تصور ندارن که با مردم به مردم فوکس کنی خوشبیمانه دنیز و هم دلیلی که آقای جانپرساد میگه هر کس طوری زندگی میکنه که فکر میکنه. اینا اینجوری زندگی میکنن، اینجوری فکر میکنن در این محیط بسیار بد. این برش نمیتونه به کافکا میگه آقا تو چرا اینقدر اکسپرسیونیستی، تفکینی یا مثل من مارکسیست باش. نمیتونه، حق نداره. هنرمند حق نداره به هنرمندی که با مثل من فکر کنه. حافظ هیچ شعر حافظ نیست که از مصائب خالی باشه، هیچ شعر حافظ نیست، اما در هیچ شعری تن به مصائب ندیده. برای همین مردم بار میگیرن اون حافظه. نمیگه به وحشی فاطمه دیگه فقط ببین حافظ رو ببین، حافظ رو میگه بس اون کار کن، به مردم امید بده. امید نداریم چیکار کنیم؟ آقای دیمارشیش مارکسیست بوده در ته ذهنش، آقای ساده بیداد نیچه‌ای بوده در ته ذهنش. ما نمیتونیم به ساده بیداد بدیم که به مردم امید بده، نمیتونیم. همینجوری که ساده بیداد هم به چیز بگه چه ابلهی هست که فکر کنید صبح خواهد آمد، نمیتونه بگه، برای اینکه اون دنیا رو اونجوری میبینه. برای ما نمیتونیم که کسی توصیه کنیم بچه های عزیز خوشبین باشه یا بچه خوشبین باشه. من خودم بسیار علفین تخفیم بودم وگیمون، بعد تخفیم دیگه نیستم، اما به هیچ وجه نمیتونم خودم راضی کنم فضل بهتر کنیم باشه. تمام تلاش رو میگه خودم شخصا فضل بهتری داشته باشم. در چشم انداز من نیست در این جوامع جهان عوامگره که اول عرض کردم خدمت شما، در چشم انداز من دیگه نیست. اون پیامبران جهلی که سالهای 10-20 اومدن همه خودشون شیطان شدن. شخص من امیدی ندارم جهان بهتری فردا داشته باشیم. من نمیتونم بنابراین به یکی بگم امیدوار باش. حالا یکی میبوره خودش هست نوش جانش مخلص هم هستی، اما من نمیتونم بهش بگم. میدونی جهان اتفاقات اکسپرسیونیستی همونجوری که در این داستان ها نوشته شده، آدم باید نویسن با این داستان. یکی از جذابیت هاشون اینه که آینه جامعه عاملت و بازآفرینی باید مثل شونه گردن مو و خودش یکی از خوبیش هم بده
تنوع هم زیاد از زوایای مختلف هم نگاه کردم باز به همین نتیجه رسیدن عجب جهان مزخرف الجهانی میگه که جهان رو ایجاد نمیده. بنابراین میخواستم بگم جمع کنم مطمئن منو به قول آقای مارکز میگه من یه داستانی نوشته بودم، در اون داستان گفته بودم یادم نیست که گفته بودم مثلا 5 و 10 سال بعد در اون ماجرا کشته شدم. میگه ناراحت بودم، بالا بزرگ از من پرسید چرا ناراحتی؟ گفتم من اشتباه تایپ کردم. و کی بود؟ گفتم در اون داستان نوشتم مثلا هزاران نفر این ماجرا کشته شد. مادر بزرگم گفت بیا شام هیچ برای نیست فردا اسنادی در باید که حرف تو مارکز میگه که در داستان هیچی بلد نیست، مهم اینه که توجیه پذیر باشه. داستان واقعیت خودشو داره، رمان اونم واقعیت خودشو داره، واقعیت بیرون فقط خمیرماییه که واقعیت دیگری خلق کنه. مرسی. دوستان عزیز، سپاسگزار جناب شمس لطفی، جناب حافظ مصطفی، جناب جمال اکرمی هستی رساله. برنامه ما به صورت رسمی پایان بگیره. 2 برنامه داریم. یکی که دوستانی که میخوان ادبیات رو در واقع حمایت کنن و تشویق کنن، ماراویان یه گوشه‌ای هستش، دوستان میتونن کتاب رو تهیه کنن. ضمناً در کنار اون برای خسته نباشید با چای شیرینی از دوستان عزیز پذیرایی خواهد شد. از اینکه لطف کردید به جمع ما پیوستید و امروز رو رقم زدید، از همه شما سپاسگزارم و خسته نباشید میگم. ممنونم. مرسی. نه موسیقی از حسین خیلی سلام، خواب شما خوبه؟ کجا نمیدن بایش صدا کردیم تشریف نداشت ولی تشریف داشته باشید. دو نفری دفعه من آقای سیاد محمد دلی حواست باشه منو وقت منو چیز کردی و باشید من نفهم حالا ابو احمدی